ساختمان جدید کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با زیربنایی بالغ بر 97,000 متر مربع از نظر وسعت و امکانات اکنون یکی از بزرگترین کتابخانه‌های ملی در جهان است. این ساختمان در 8 طبقه و با مشخصه‌های معماری ایرانی اسلامی به فناوری‌های روز کتابخانه‌های پیشرفته مجهز است. مخازن 20,000 متری کتاب، مخازن باز و روش‌های الکتریکی کتاب بر در مخازن از جمله امکانات این کتابخانه است. این ساختمان گنجایش فعالیت پژوهشی 1500 پژوهشگر را داراست. تالارهای مطالعه و 7 مخزن در زمینهای اسلام شناسی، ایران شناسی، علوم انسانی و فنون از دیگر بخش‌های این کتابخانه است. با بهره برداری از این ساختمان از این پس کتابخانه ملی هر سال 400,000 جلد کتاب از خارج کشور، 100,000 جلد از داخل کشور و 100,000 نمونه اطلاعاتی صدا و تصویر از طریق قانون واسطه‌کاری خریداری می‌کند. اما از همه اینها مهمتر این که با توجه به پیشبینی‌های به عمل آمده و امکاناتی که برای این کتابخانه در نظر گرفته شده، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تا 10 سال آینده تا 7 میلیون جلد کتاب را در خود جای خواهد داشت.